اگر 2-3 روز صحبت نکنم رادیوهای خارجی میگن که چه شده و من یه مثل یادم آمد و او این است که یه بچه‌ای دعا میکرد که معلمش بمیرد. معلم مرد. پدره این را برد به یه مکتبخانه دیگه. باز دعا کرد معلم بمیرد، مرد. باز پدره او را بردش به یه جای دیگه. به این پسر گفتند که دعا کن پدرت بمیرد و الا معلم بمیرد یه معلم دیگه هم هست. حالا این خارجی ها و اونهایی که تبع خارجی ها هستند باید دعا کنند که این سلاح الله اکبر از ملت ما گرفته بشد و این دعا هم مستجاب نیست و الا من نباشم باز خود ملت هست. اگر گمان بکنید که در تمام دنیا یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، پیدا نمی‌کنید. خدا به ما این است.